ببخشین برگه منو تصحیح نکردین؟ شما اون روز دیر اومدین، براتون غیبت رد شد، برای همین ورقتون تصحیح نشد. خانم گوهر احمدی، من برای وقتم ارزش قائلم، نه مثل شما که معلوم نیست این همه سال چیکار میکردین و الان یاد دانشگاه افتادین. دکتر بله. تو خدا یه دقیقه وایس، یه دقیقه وایس. ببین این بریده روزنامه قبولی کنکور سال 52. شما نفر 11 شدی. عباس احدیان. بخونین نفر 10 کیه. گوهر احمدی شما اون سال این دانشگاه فقط 10 نفر واسه پزشکی قبول میکرد. من به قید شوهرم نشستم خونه، بچه پسرم خلیل رو بزرگ کردم. شما به جای من اومدی شدی دکتر احدیان. دکتر احدیان، من برای وقتم ارزش قائل بودم، سر زندگیم بودم و بچه همو بزرگ کردم، اما حسرت دانشگاه به دلم موند تا حالا شما میخوای منو حذف کنی، میخوای به هم نمره ندی، نده، اما حق نداری منو به خاطر اینکه مادر بودن رو انتخاب کردم تأخیر کنی.